وحوش سیدعلی امروز اصفهان رو به خاک خون کشیدن. این ذات دیکتاتوریه. حق و حقوق مردم رو که نمیدی هیچی، سرکوبشون هم میکنی. چون اگر قرار باشه که حق و حقوق مردم رو بدن و برای مردم ارزشی قائل باشن، قدرت خودشون به خطر میفته. اینا برای هیچ کاری راه حلی ندارن. اشتباهی بر این مسند نشستن. 42 ساله یه مش آخوند عقب افتاده جامانده در تاریخ با افکار 1400 سال پیش میخوان جامعه امروزی ایران رو اداره کنن. مملکتی که با اون همه مشکلات سیاسی و اقتصادی و ژئوپلیتیکی و از کنم خدمت شما محیط زیستی افتاده دست یه مش آخوند که راه حلاش مربوط به 1400 سال پیشه، مثل اون قوانین جزا و حقوقیشون که مربوط به 1400 سال پیشه. با همون افکار میخوان جامعه امروز ایران رو اداره کنن. اگر همین امروزم یه حکومتی بیاد که متخصصین درش دخیل باشن و این متخصصین شروع کنن به اقداماتی برای حل این مشکلات محیط زیستی، بعضیش اصلا قابل جبران نیست، بعضیش هم دیر شده و یا اینکه سالها طول خواهد کشید که درست بشه. اینی که کشاورز اصفهانی را اینا براش نمیتونن راه حلی براش داشته باشن. شما دیدید که الان موقعی که این مشکل پیش آمده فوراً میچسبونن که اینا ضد انقلابن و اینا منافقن و اینا دشمنن و از این مزخرفاتی که همشه ضد انقلابن و هنوز بعد از 42 سال از انقلاب صحبت میکنن. 42 سال پیش یه حرکت اشتباهی انجام شد. یعنی اشتباه اون بود که اینها آمدن بر رأس قدرت نشستن، وگرنه خود انقلاب اشتباه نبود. انقلابی بود که برای اینکه مردم از دست دیکتاتورها راحت بشن، منتها بر اثر نبود آگاهی افتادیم دست یه مش حیوان. خدا لعنت کنه اون کسایی که نذاشتن مردم به آگاهی دسترسی پیدا کنن، آگاه بشن و برای اینکه راحت بتونن کنترلشون کنن، بعد یه همچین موجوداتی آمدن سوء استفاده کردن و سوار اینا شدن. الان علم الهدی فرمودن که به جنگ تو خیابون برید نماز بخونید، نماز استسقا، از خدا بخواید براتون بارون بیاد. بعد اون نمازم یه شرایطی داره که شما باید 3 روز قبلش روزه بگیرید. شما مجسم کن مثلا این راه حل اینا برای بارونه. بعد اون روز آخرش هم باید به دوشنبه یا چهارشنبه ختم بشه. مردم عادی میگن ببین این چقدر مهمه، اینا چه چیزایی بلدن که مثلا بعد روز دوشنبه ختم بشه یا چهارشنبه، اون روز آخر روزشون. اینجوری هم پیچیدش میکنن که ملت بگن اینا خیلی حالیشونه. بعد دست به دعا برداریم، دست به آسمان. حالا آسمان چیه؟ آسمان بالا نیست، فقط پایین هم آسمانه، این برم آسمانه، اون برم آسمانه. ما اگر بریم کره ماه از اونجا نگاه کنیم، کره زمین کلش تو آسمانه. بعد خداوندی که اون بالا نشسته وایستده ببینه اینا درخواست اینا چیه، برای اینا بارون بفرسته. اینا بعدم توجیهات شدن خیلی جالبه. اگر بارون نیاد اینا میگن احتمالاً مشکل از شماست، نمیگن که این حرکات مزخرفه. حرکات اینا هیچ اشکالی درش نیست، اشکال از ما مردمه. همون جوابی رو به مردم میدن که علمای
زمان شاه سلطان حسین به شاه سلطان حسین دادن. زمانی که افاقنه دور اصفهان را گرفته بودن، به شاه گفتن که چاره اینها اینه که ما یک آشی درست کنیم. داستانش همه میدونید که سنت آوره تکرارش، ولی داستان نمیدونم 50 تا نخود باشه و 70 تا دختر باکره و 50 تا صلوات به هر نخود بندازید، اینم آش که درست بشه و بخورن دشمن اصلا نابود میشه. بعد نشد. شاه آمد با آخونده که آقا جریان چیه؟ اینا نمیان بگن آقا این مزخرفه، یعنی فکرشون بیش از این نیست، فکر میکنن واقعا این راه حله. گفتن احتمالا دختری کسی از این دخترها بادی ازش در رفته، از این حرکات کرده، این کارگر نشد این آش. شاه بدبخت یک سری گماشت که مواظب ما تحت این دخترها باشن، نه بادی ازشون نیاد بیرون. آش مجددا درست کردن و اثر که نکرد هیچی. برادران افغان گرفتن پای تخت و تو سر شاه هم زدن. اینه که اینا عین گربه مرتضی علی هن، هر طرف بندازیشون 4 دست و پا میان پایین. 70-80 سال پیش در قم چندین سال خشکسالی شد، نیامد بارون، اینا نمی آمد. یکی از علما بلند شد گفتش که به مردم بیاید بریم بیرون نماز بخونیم، دعای بارون و نماز بارون بخونیم. با افتادن 500-600 تا کورکچل رفتن. حالا چرا بیرون شهر بری یا داخل شهر چه فرقی میکنه، بگذاریم. نماز خوندن و خبری نشد. اون آخوند گفتش که احتمالاً ما هم تعدادمون کم بود، هم که از علمای بزرگ درمون نبودن. اینا چون میدونید با علمای بزرگ در ارتباطن با عالم غیب. رفتن 4-5 تا از علمای گردن کلفت اون زمان مثل آیت الله فیض قمی و از این مزخرفات جمع کردن آوردن و حائری و که اینا نماز بخونن. اینا آمدن و نماز خوندن و خبری نشد. اونا هم توجیه اینجور کردن که احتمالاً شاید بین این جمعیت مثلا 10,000 نفر آدم رفته بود، چند نفر جنوب بودن. این مزخرفات ها شما فکر کن مثلا خداوندی که به قول خود شما صاحب همه کهکشان های دنیاست، صاحب میلیاردها راه شیری و کهکشان، اون بالا نشسته ببینه خشتک حاج مرتضی مثلا کثیفه یا تمیزه، بارون بده یا بارون نده. این فکر و ذکر اینا در این حده. بعد بارون که نیامد علمای بزرگم رفتن و بارون که نیامد اینجوری توجیه کردن اون زمان. بعد 30 سال بعد تو کتاباشون برشتن نوشتن که یک زمانی در یکی از کرامات مثلا حائری و فیض قمی این بود که بارون نیامده بود، اینا رفتن بیرون دعا که خوندن بر نگشته انقدر بارون آمد که داشت سیل قوما برمی داشت. در این چیزا مزخرف می نویسن و مزخرف میگن. بعد اون یکی آیت الله گفته که مال اهواز گفته که برید به چیز به توسل بکنید به امام موسی کاظم. یکی دیگه شون فرمودن مال امام جمعه شهر کرده، برید به زینب خاتون دختر امام موسی که در اصفهان خاکی، به اون توسل کنید، اون کارتون را میندازه. این ما بریم جلوی سری استخونه، حالا اصلا وجودم نداره اون یاد، حالا گیرم هم باشه، یه دختری یه استخونه 1000 سال پیش را ما از اون استخونه بخوایم که با اون خدا تماس بگیره، اون خدا برای ما بارون بفرسته، از طریق این استخون ضامن ما بشه. شما ببین افکار و شعور در چه حد. و خب اینا با این راه حلا میخوان مملکت اداره کنن. بعدم که نتونن اداره کنن تو سر مردم باید بزنن، چون اصفهانی رو بهش آب که نمیتونی بدی، مجبوری تو سرش بزن. این اصفهان همون شهریه که بیشترین شهیدا هم داده در جنگ ایران و عراق. بیشترین کشاورزا خمس و زکات بده بودن. سال 96 امام جمعه
اصفهان حاج سید ابوالحسن مهدوی ملت برد بیرون شهر. اون زمان رفتن دعا خوندن که بارون بیاد. هیچکی نمیگه آقا چی شد، چرا اون بارون اون حضرت درست در نیامد کارش. نه، اینم داستانهایی که درست میکنن. بعدم چون شنونده رو احمق میدونن، میدونی آدم اگر میره یه جایی میخواد صحبت کنه، اگر 4 تا آدم فهمیده اونجا باشه، آدم حواسش هست پرت و پلا نگه، چون میدونه که اونا میفهمن. ولی اگه عوام باشن به قول خود اینا، میگن که ای بابا اینا که چه میفهمن، به حدش بگو. و یکی میگه حضرت کاظم با شیر صحبت میکرد و به شیره گفت زنت آقا بچه 2 تا آقا پسر زایید. از مزخرفات و مردم هم با این چیزا سرگرم کردن. مشکل هم اونجاست که اون بدبخت که نشسته علم الهدای همچه حرفی میزنه، بلند نمیشه 4 تا تو سر اون آخوند بزنه بگه مرد که به اینجور چیزا کی مشکل حل شده که الان بشه. نه، ملت بایستن نگاه میکنن به آقا و آخرم دست جمعش میکنن. خب معلومه این پرو میشه. ما دیگه نباید با آخوند سو بحثی دیگه ما نداریم. این هنوزم چیز نشدن که نمیدونم آخوند تحریک نکنین. اینا احتیاج به تحریک ندارن. اینا آمدن مملکت دارن میچاپن و میبرن، همه چی هم مال خودشو میدارن میخورن و میبرن، به مردم هم اصلا اهمیتی نمیدن. با اینا دیگه گفتگوی فایده نداره. بری جلو اینا جوون خودشو به کشتن بده به خاطر چی؟ با اینا جنگه دیگه. موضوع مثلا کشور و دولتی نیست که مردم بیان علیه یه مشکلی تظاهرات کنن، نیروهای پلیس هم بیاد اینا رو مثلا متفرق کنه. اون نیست. نه، مسئله جنگه. یه نیروی غارتگری اومده در مملکت میچپه میبره. عین خیالش هم نیست که مردم بیچاره و بدبختن. اصفهانی پیرمرد نمیدونم کشاورز الان چیکار کنه، این عین خیالش هم نیست. بعد دیدم یه داشتن تو اصفهان میگفتن که رضا شاه روحت شاد. بعد این البته باید یه ذره فکر کنیم که چرا محمد رضا رو نمیگن، رضا شاه رو میگن که دورتر از شاه هم هست. اینا چه دیدی از حکومت رضا شاه داشتن که میان میگن رضا شاه روحت شاد؟ که یه دم اینجا اظهار خوشحالی میکنه که ببین رضا شاه رو میخوان و باید پسرش برگرده. نه، اولا نکبت حکومت استبدادی برای ما کافیه. چندین هزار سال داریم میکشیم اینا را. حکومت فردی به هر نوعش غلطه. بعدم این رضا شاه روحت شاد حالت اون برنامه اصغر قاتل ها داره. اصغر قاتل لاتی بود که 20 تا بچه رو کشته بود و گرفتن اعدامش کردن. در یه مقطعی تو ایران تا یه بچه پررو میشد ملت میگفتن خدا رحمت کنه اصغر قاتل ها. نه اینکه طرفدار اصغر قاتل بودن یا اینکه مثلا خواهان رحمت بر اون بودن. نه، یه جور حالت روکن کنی برای بچه داشت. اینا هم چون رضا شاه تو سر آخوند زده، هی اونو به رخ آخوند میکشن. مثل دانشگاه تهران اون زمان موقع که یه بار شاه آمده بود، یه جای سولاخ گلوله‌ای بود که به شاه تیراندازی شده بود، اونو هی به رخ میکشتن. ملت اونجا رو اشاره میکردن که اونو نگاه کن. یعنی حواست باشه. اینا هم به این دلیل میگن بی خود برادران سلطنت طلب احساس خوشی نکنن. به وجود اون جرثومه های فساد والا احتیاج نیست. اون روز دیدم زنیکه داشت هادی خورسندی را تقریبا با قول ایرج میرزا فلانکوبش میکرد که چرا این شخص هم فلان حرفا زده. یعنی میگفت هادی خورسندی چرا اینجوری که من فکر میکنم فکر نمیکنه. به یارو فشار میاد به هادی خورسندی بیچاره که آقا تو باید اون چیزی رو قبول داشته باشی که من قبول دارم. بعد به ساحت مقدس اعلیحضرت هم داری توهین میکنی، به جای که بگی رضا شاه میگی که شازده. خب یه همچین جونورایی رو ما کم داریم.
دوز کم داریم که باز اینا بیان رو کار. رضا شاه موقع که بردنش مردم جشن گرفتن از خوشی. روزنامه ها رو الان دوران اینترنت، برو بزن ببین میبینی دیگه. محمد رضا که شما دیگه یه عده‌مون دیدیم دیگه، چه خبر بود. مردم چه خوشحالی میکردن، گفتن نفس کشیدیم. اون بود که عامل قدرت رسیدن آخوند بود. شما الان ببین قبر کسروی پیدا کجاست؟ کسروی کجا خاکش کردن؟ هیچکی نمیدونه. آدمی بود که روشنگری میکرد تو مملکت، اونا را سرکوب میکردن، اینا را دستشون باز بود. آخوندا همه رقم هم کمک بهشون میکردن. به قول خود آقای شازده پسر پرویز ثابتی فرمودن ما به 14,000 آخوند حقوق میدادیم. چه باجی بود شما با آخوند میدادید؟ چه بدهکاری ما با آخوند داریم؟ اینه که اینم الان در اصفهان و اینا دارن مردم رو سرکوب میکنن. این جرثومه های فساد مملکت از خودشون میدن، مال باباشون میدونن، برای ما حق و حقوق قائل نیستن. با اینا حرف زدن فایده نداره، باید اینا را مسلحانه عقب نشوندشون. راه دیگه ای نیست. فکرش هم نکنید. افرادی که داخل ایران هم و بیرون هم فکر نکنن. بیرون هیچ خبری نیست، کسی هم نیست در بیرون که با ما کمک کنه، یعنی به شما کمک کنه. در داخل ایران هسته ها را بذارید، در داخل ایران مبارزه کنید، در داخل ایران رهبرانتون را پیدا کنید. این مفخورایی که بیرون نشستن اونجا با هم جلسه میگیرن و پات پلا میگن، اینا به درد ما نمیخوره. دادگاه حمید نوری رو داشتم نگاه میکردم، خیلی بیشرفه این شخص. یعنی از این تحفه‌ایه که واقعا ثمره حکومت آخوندیه، تربیت شده حکومت آخوندیه. حرکات شما تو دادگاه نگاه کنید، این جرثومه فساد مسخرگی میگیره، خجالت هم نمیکشه. این هم که میبینید اینجور داره از خمینی دفاع میکنه و البته قاضی هم یه مقداری به قول معروف اینو پررو کرده، چون زمانی که افراد دیگه میامدن یه حرفی میزدن میگفت پروپاگاندا نکنید برای حساب سازمانتون، ولی این صحبت میکنه شهید فلان و همه را جرثومه میدونه و کثیف میدونه و همه را از پناهنده ها به عنوان آواره اسمی برد. با تمسخر از کتاب یکی که راجب کهکشانی از ستاره ها بود میگفت ستاره ها، حالت تمسخر داشت. به طرز تهوع آوری تملق میگه به رئیس دادگاه، یعنی بهش اجازه بدن ما تحت رئیس دادگاه هم میره ماچ میکنه. ولی اون ماهیت ضد زنی رو درش میتونید ببینید تو این دادگاه. دادستان که زنه بهش جوابای سربالا میده، پرت و پلا میگه، حالت تهاجمی داره بهش، چون نمیخواد زیر بار زن بره. از نظر اینا زن موجودی نیست که بخواید ما بهش رو بدیم. بعدم تو صحبتاش یه جام یه خیلی از خودش داشت تعریف میکرد که من خوش تیپم و منم خوش لباسم. و البته ما نیده بودیم اون زمانی که ما اوین بودیم، اون 60 و 61 و 62 نبود. ما زندانبان خوش تیپ نیدیم اون زمان مثل ایشون. خیلی هم شیرینه صحبت میکنه. من دعواهای زن و مردا را، چه زن و شوهرها را به من مراجعه میکردن و بعد راجع به زن سیغه‌ایش به هیچ عنوان نمیگه زن سیغه‌ای هم داشتم که اون دختر اونم به خاطر دختر اون زن سیغه‌ای هم آمده تو سوئد. فقط یه خانم خیلی محترمی به من مراجعه کرد که کاراشو درست کنم و بعد دختر این به من میگفت حاجی یا به من میگفت بابا. از این مزخرفات هم چیز میکرد که مثلا اینقدر محبوبه تو خانواده و همه بهش علاقه‌مندن. بعد میگم اونجا یه بار تو صحبتاش برگشت گفتش که البته همه جا خانم منم در جریان بود که من با این خانم و دخترش در ارتباطم و اینا،
بعد یه دفعه دهنش هم در رفت که البته کاری هم نمیتونست بکنه اگر موافق نبود با این رابطه. اونجا نشون داد که چه جرثومه فسادیه. و بعدم اینم فکر میکنه که اگر اینجوری دفاع کنه احتمالا اون سفارتی ها بهش گفتن دفاع کن و ما به حساب کارات درست میکنیم. رو حساب اونه، اون امید به اون داره. یه بار در برادران توده‌ای بدبختی را که عضو حزب بوده و سر یه جریان دستگیر میشه و اینا میخواستن اعدامش کنن، اینا بهش گفته بودن که شما پایدار محکم وایس از مواضع حزب دفاع کن، ما آخرین لحظه نجاتت میدیم. تنها با که میزن ما نفرات داریم تو ارتش و پلیس و فلان ما داریم. خود یارو هم دیده بود که مثلا اون شخصی هم که تو زندان باش تماس گرفته یه افسر پلیس بوده، اون توده‌ای بوده، گفته بود بس همه جا بس نفوذ دارن و من آزاد میکنن. این که تو تا پای چوب دار همه جا داد میزد و از موضوع حزب دفاع میکرد و تنها با که میزن گردنش هی بیچاره ایوان نگاه میکرده که کی آزادش میکنن، که هیچ کسی نبوده و فرستادنش بالا. حالا اینم بهش وعده دادن که میاییم آزادت میکنیم و ما سرت معامله میکنیم و اینی که حسابی ما را رو سفید کن در دنیا. خجالت هم نمیکشن، میان در یه جایی در یه کشوری که همون نمایندگان دولت جمهوری اسلامی رو منظورمه که میان تو دادگاهی که داره به جنایتاشو رسیدگی میشه میشنن و با کمال وقاحت، ذره هم شرم و حیا درشون نیست که به چه چیزهایی متهم میشن. بعد این آقای حمید نوری این آخر عاقبت خوشی نداشت بیچاره. البته این میره تو اون سلول باید بشنه دعا کنه، اتاق بی کرایه، پول برق نمیده، پول آب نمیده، شام و نهار مجانی. این چیزای مثبتش رو نگاه کن، نه اینکه همش منفی. بعدم تو زندان که ایشون میشنه باید بشینه یه تلنگری پشت گوش این هوشنگ خانش بزنه، این پایین تنش اینو بیچارش کرد. آخه دیوس تو میتونستی بری جندخونه علم الهدا، هزاران زن اونجا هست و از اون ترین قیمت هم میتونستی با قول علما دفع شهوت کنی. اروپا آمدن تو گوه برات چی بود؟ تو دادگاه هم یه کشتی کروز سوار شدیم، خوش گذشت. البته من نمازم رو میخوندم. این فکر کردم مثلا رئیس دادگاه که آفر ببین این چه مومنیه، حتی تو کشتی کروز هم نمازش ترک نمیشه، آفرین اینه، پس آزادش کنیم. افغانش بیچاره در این حد و حدوده. ولی این قربانی پایین تنش شد، چون به قول خودش ثروت پول سامسونت، کیف سامسونت پر پول هر شب میآورده خونه‌شو، زندگی شیرینی داشت. اگر نمیرفت دنبال زن سیغه که دختر اون باعث این باشه که بکشش به سوئد، سوئد هم دنبال بلوندین سوئدی بوده ایشون دیگه، چون اصلا معروفه سوئدیا تو لندن اون زمان هم مثلا یاد 30 سال پیش میرفتی توی باجه های تلفن پر بود از این آگهی های زنهای مختلف، چیزیشون بود که نوشته بود سویدیش بلوندین که حساب معروف بود. اینم بیچاره به این امید آمده بود، فکر کرد خبری الان مثلا زن سوئدی تافته جدا بافته ایه، خودشا فدای پایین تنش کرد. اخیرا دیدم یه کتابی را انتشارات آوای بوف بیرون داره در مورد سکس و اسلام و اینا، خیلی جالب بررسی کرده. بیشتر این بزرگان این دین صدمه‌ای که خوردن از پایین تنشون بود. شما ببین بی‌آبرویی محمد، الان هزاران سال بحث سر اینه که ایشون چرا برای بچه 9 ساله رفته خوابیده، هزاران توجیه براش درست میکنن که نم آیشه 18 سالشه که میگه بوده، یکی میگه 7 سالش بوده، یکی خلاص این آبرو و حیثیت این شخص را
برده، همین مسئله ارتباطش با یه بچه 9 ساله. حسن رو ببین قربانی پایین تنش شد. تو این کتاب خیلی جالب اینجور چیزا در آورده. حضرت امام با اون همه کبکبه و قبقبه، دوستان همراهش که از همین علمایی که باش بوده در راه میرفتن، مسیری میرفتن، شب خونه عراقی میان وارد میشن. عراقی دیگه از خداش بوده که این آیت الله و شیعیان اونجا هم به اسم ما بیچارن. شبیشون دختر بچه 5 ساله یارو تا صبح میگیره تو بغلش رو تفخیز مینموده. ایشون شما فقط تجسم کن حضرت امام با اون ابرو و با اون هیکل و یه بچه 5 ساله، ببین چه وحشتی هم داشته. و حضرت امام لاکن میکرد و هوشنگ خان هم میمالیده به این بچه. میشه بدبخت، واقعا تهوع آوره. نواب صفوی به ما تحت نمیدونم عبد خدایی فرو میکرده. یک آیت الله کاشانی را شمس خان عطادی تحت پیشه میداده. یعنی یک مش منحرف، یک مش افرادی که شخصیتی نداشتن، یعنی بیشترین ضربه را از پایین تنه هاشون خوردن. آخرش هم نمونه آقای حمید نوری، اینی که این مشکلش با هوشنگ خانشه، نه با افراد دیگه. اون باعث شد این بیچاره بگرد تو دریوز، تو سوئد چه گویی میخوردی. اون مستاقینا میدونستن نقطه ضعف این الدنگ چیه که کشوندنش. دیدی چه تو فیلمش هم هست که آواز میخونه، خوشحال بود. هوشنگ خانش وعده ها میداد. الان دیگه آمده اینجا گیر افتاده. عیالم یه مدتی الان فعلا گرمن، ویزای سوئد بهشون میدن، میان اینجا و خوشن. اموالش پسرش میبره. پسر افتاده یاد داشت، دیدم یه چیز ناجوری بود، خیلی کچکولو و هچل هفت بود. زنش هم به قول معروف دوستان میبرن و محبت میکننش، نمیذارن بی محبت به اونو. به قول معروف جایی میبرنش که هم وقت خواب نرم و گرمی داشته باشه، هم یه مورد محبت و عشق واقع بشه. اینی که خلاصه همه ایناش از دست داد به خاطر اون پایین تنه. امان از به قول علما نفس اماره، که ببین آدم چه کار میکنه. این پایین تنه از ایران میکشونت 10,000 کیلومتر برتر، فرمان بهت میده منو ببر اونجا، اینم میاد اینجا. اینجور نشسته در دادگاه، ما تحت رئیس دادگاه رو لیست میزنم. ای روزگار. آوایبور.com